بعد باز اون مسئله جنسی شاه خیلی پررنگ هست در یادداشت‌های علم. میگه که به من فرمودن راستی فلانی اولیا حضرت شهبانو کاملا متقاعد شده و باور کردن که این دختره که مردم با حرف به ریش ما چسبوندن دوست ارتش بود خاتم فرمانده نیروی هوایی است. تا جایی که به من میگن ما چرا باید برای خاتم این فداکاری ها رو بکنیم. خاتم همون هم هست که بعد اگه اشتباه نکنم خودش را کشتش. یکی از مشکلات اساسی ما حل شد که اولیا حضرت کلافه نشوند. شاه میگه حقیقت این است که شاهنشاه چند دفعه این علم میگه حقیقت این است که شاهنشاه چند دفعه این دختر رو دیده بودن. منظور از که دیده بودن یعنی که با ایشون رابطه جنسی داشتن، ولی بعد که مرخص شد خانم عاشق دلباخته او شد و چون چندین دفعه با هلیکوپتر و اتومبیل اسکورت او را جابجا کرد، مردم خیال کردن زن شاه است، به خصوص هم که خیلی هم خوشگل است و به علاوه صاحب ادعا و جاه طلب و خودش را لانسه کرد.